سلام. قسمت دوم از آموزش هدفگذاری رو با هم شروع می‌کنیم. اما قبلش یه نکته کوچیک لازم هست که اشاره کنم. ببینید، محتوای هر ویدیو توسط دکتر مهدی زارپور تدوین و ویراست میشه و بعد در اختیار من به عنوان دستیار هوش مصنوعی قرار میگیره تا براتون ارائه کنم. از اونجایی که من یک مدل زبانی هستم، ممکنه توی صحبتام تلفظ بعضی کلمه‌ها رو اشتباه بگم که از همین الان ازتون عذرخواهی میکنم. ولی خیالتون راحت باشه. این خطا فقط و فقط در تلفظ هست و توی ماهیت و کیفیت موضوع هیچ تأثیری نداره. خب حالا بریم سراغ اصل موضوع. شده تا حالا حس کنید انگار گیر کردین، انگار توی یه چرخه بی انتها افتادین و نمیدونید قدم بعدیتون باید چی باشه؟ خب امروز می‌خوایم دقیقاً همین حس سردرگمی رو به هیجان خالص یه ماجراجوی جدید تبدیل کنیم. ابزارمون برای این سفر چیه؟ یه برنامه توسعه فردی یا به اختصار PDP. پس با من همراه باشید تا با هم یاد بگیریم چطور برای مهمترین سفر زندگیمون، یعنی آیندهمون، یه نقشه راه دقیق و الهام بخش بسازیم. خب بیایید با یه سوال خیلی مهم شروع کنیم. همین الان که دارید به من گوش میدید، توجه و تمرکز شما کجا داره سرمایه گذاری میشه؟ میدونید توی این دنیای شلوغ که همه چیز حواس ما رو پرت میکنه، خیلی راحت میشه کنترل رو از دست داد و حس کرد که زندگی داره ما رو با خودش میبره، نه اینکه ما اون رو هدایت کنیم. اینها چند تا از اون تله‌های آشنای توجه هستن، مگه نه؟ سریال پشت سریال، ساعت‌ها بازی کردن یا اون اسکرول کردن‌های بی انتهای توی شبکه‌های اجتماعی، حتی غرق شدن بیش از حد توی کار. اینها مثل جارو برقی انرژی ذهنی ما رو میمکن و بدترین قسمتش چیه؟ اینه که یهو به خودمون میایم، به تقویم نگاه میکنیم و میبینیم وای، یه سال دیگه هم گذشت و ما انگار هنوز همون جای قبلی ایستادیم. اما راه حل چیه؟ برنامه توسعه فردی. نه، اشتباه نکنید. این یه فرم اداری خشک و خسته کننده نیست. این نقشه گنج شماست. یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند برای اینکه آگاهانه زندگی کنید. این برنامه به این سوال اساسی جواب میده. من زمان و توجه محدودم رو که با ارزشترین دارایی‌هام هستن، دقیقاً کجا میخوام سرمایه گذاری کنم؟ بسیار خوب. بریم سراغ اولین قدم این ماجرای هیجان‌انگیز. ترسیم نقشه دنیای خودمون. ببینید، هر کاشف بزرگی قبل از شروع سفر به یه نقشه دقیق از قلمرو خودش احتیاج داره. اینجا قلمرو ما اون چشم انداز وسیع و شگفت‌انگیز توانایی‌های بالقوه ماست. نظریه هوش‌های چندگانه هاوارد گاردنر یه نقشه فوق‌العاده به ما میده. این نظریه بهمون یادآوری میکنه که هوش فقط حل کردن مسائل ریاضی نیست. به این گزینه‌ها یه نگاه بندازید. هوش درون فردی یا همون هوش هیجانی، هوش بدنی جنبشی، هوش اجتماعی، اینها همه قلمروهایی هستن که میتونیم توشون رشد کنیم. یه لحظه فکر کنید. شما به طور طبیعی تو کدوم یکی از اینها قوی‌تر هستید؟ و مهمتر از اون، دوست دارید تو کدوم حوزه ماجراجویی کنید و بهتر بشید؟ این هم یه ابزار عالی دیگه. چرخ زندگی. این دقیقاً مثل یه چکاپ سریع برای کل زندگی شماست. سلامت جسمی، شغل، وضعیت مالی، روابط، رشد شخصی. یه برنامه توسعه متعادل مثل یه رژیم غذایی کامل باید به همه این جنبه‌های مهم توجه کنه تا ما در کل احساس رضایت و تعادل داشته باشیم. خب، حالا که نقشه قلمرو خودمون رو داریم، وقتشه که مقصد رو مشخص کنیم. قدم دوم، تجسم مقصد نهایی. فقط برای یه لحظه چشماتون رو ببندین و از خودتون بپرسین من میخوام به چه نسخه‌ای از خودم در آینده تبدیل بشم؟ این سوال شاید هیجان انگیزترین سوالی باشه که میتونید از خودتون بپرسین. و اینجا یه نکته حیاتی وجود داره. چشم انداز شما باید قلبتون رو به تپش بندازه، چون از خود واقعی شما میاد، نه از اون چیزی که فکر میکنید باید بخواید یا جامعه و دیگران از شما انتظار دارن. یه چشم انداز قدرتمند از درون شعله میکشه، نه از فشارهای بیرونی. بسیار خوب. نقشه رو داریم، مقصدم مشخصه. حالا چطوری به اونجا برسیم؟ قدم سوم کاملا عملیه. تبدیل اون چشمانداز بزرگ و الهام بخش به قدم‌های کوچیک و روزانه. وقتشه که مسیر رو روی نقشه مشخص کنیم. برای اینکه غرق نشیم و کار رو برای خودمون سخت نکنیم، این فرایند رو به 3 مرحله خیلی ساده تقسیم می‌کنیم. اول، برای 90 روز آینده حداکثر 3 حوزه رو برای تمرکز انتخاب کنید، نه بیشتر.
دوم، برای هر حوزه تمرین‌های کلیدی روزانه‌تون رو مشخص کنید و سوم که خیلی مهمه، مینی هدف‌های کوچیک و کاملاً دستیافتنی برای خودتون تعریف کنید. این اسلاید تفاوت رو فوق‌العاده نشون میده. به جای هدف سنگین و مبهم استاد گیتار شدن، یه مینی هدف هیجان انگیز مثل یاد گرفتن آهنگ مورد علاقم رو انتخاب کنید. به جای روی فرم اومدن هدف بذارید انجام 30 تا شنای متوالی. اهداف بزرگ فقط فشار و استرس ایجاد میکنن، اما این مینی هدف‌ها هستن که به شما انرژی حرکتی و حس پیروزی‌های کوچیک روزانه رو میدن. سون توتزو، استراتژیست افسانه‌ای، قرنها پیش یه حقیقت بزرگ رو گفته: هر نبردی قبل از اینکه حتی شروع بشه برده شده. این جمله یعنی چی؟ یعنی پیروزی واقعی در برنامه‌ریزی درسته، در تعیین اهداف هوشمندانه است. یعنی شما همین الان که دارید برنامه‌ریزی می‌کنید، دارید نبرد رو میبرید. یه نقشه هر چقدرم که عالی باشه بدون حرکت کردن بیفایده است. پس بریم سراغ قدم 4، شروع سفر واقعی. این بخش در مورد برنامه‌ریزی عملی و نظارت بر پیشرفت تا مطمئن بشیم که تو مسیر باقی میمونیم. فکر می‌کنید وقت ندارید؟ این اسلاید مخصوص شماست. تحقیقات نشون میده مدیران موفق به طور متوسط فقط 30 دقیقه در روز برای رشد شخصی خودشون وقت میذارن. شما میتونید با روزی فقط 10 یا 20 دقیقه شروع کنید. این کار کاملا شدنی و عملیه. موضوع سر ساعت‌ها وقت گذاشتن نیست، بلکه سر تداوم داشتنه. برای اینکه تو مسیر گم نشید، یه سیستم ساده برای خودتون بذارید. هر هفته چک کنید: آیا تمرین‌های روزانه‌ام رو انجام دادم؟ هر ماه بازبینی کنید: آیا به سمت مینی هدف‌هام پیشرفت کردم؟ و هر 3 ماه یه بار یه قدم به عقب بردارید و از خودتون بپرسید: آیا این چشمانداز هنوز هم برای من الهام بخشه؟ و در طول این سفر داشتن ذهنیت رشد مثل سوخت برای موتور شماست. این یعنی چی؟ یعنی باید با آغوش باز از اشتباهات استقبال کنید. هر شکست یه بن‌بست نیست، بلکه یه داده ارزشمند برای یادگیری و بهتر کردن مسیر. پس از اشتباه کردن نترسید و به خودتون سخت نگیرید. خب داریم به پایان این راهنمای سریع میرسیم. یادتون باشه که نقشه راه شما یه سند خشک و غیر قابل تغییر نیست که توی کشو خاک بخوره. نه، این نقشه یه قطب نمای زنده و پویاست که همیشه جهت رو به شما نشون میده و همراه با شما رشد میکنه. اریک ریس یه جمله درخشان داره: پیوت یعنی تغییر در استراتژی بدون تغییر در چشم انداز. این جمله فوق‌العاده است. یعنی کاملا طبیعیه که در طول مسیر روشاتون رو عوض کنید، استراتژیتون رو تغییر بدید تا زمانی که به اون مقصد نهایی و چشم انداز اصلیتون وفادار بمونید. پس انعطاف پذیر باشید. بسیار خوب. حالا نقشه راه در دستان شماست. قطب نما هم آماده است. فقط یه سوال باقی میمونه: اولین مقصد شما کجاست؟ اولین قدم کوچیکی که همین امروز برمی‌دارید چیه؟ خب این آموزش هم تمام شد. از شما دعوت می‌کنیم کانال ما رو دنبال کنین، از وبسایت ما هم بازدید کنین و اگر دوست داشتید عضو کانال ما در تلگرام بشین. همچنین برای رزرو نوبت مشاوره میتونین از طریق وبسایت کاملا آنلاین اقدام بفرمایید. موفق و پیروز باشید.